به نام تو و بسیاری تو ای الله به پیشگاهت آمده ام تا با تو سخن بگویم. ستایش میگویم تو را که پدید آورنده ای و جهان را به زیبایی ساخته ای. ای خوب ترین بر محمد و خاندان محمد و بر همه خوبان هستی درود بفرست. ای آنکه همه آنچه برای پرورش، راهنمایی و دستگیری بندگانت بایسته بود به شایستگی درست کردی تا همگان بتوانند راه خوشبختی را بپیمایند. از تو میخواهم به گل روی برگزیدگان درگاهت پشیمانی مرا از بدیها و زشتیهایم بپذیری و بیامرزیم و سپس به سوی خوشبختی و پاکی رهنمونم سازی. ای آنکه امید هیچ کس را ناامید نمی کنی، امید این بنده‌ات محمد ابراهیم پسر حسین را نیز ناامید نکن. از اکنون که می توانم با تو سخن بگویم بشنو صدای مرا که تو بهترین شنونده ای. ای الله بشنو خواستم را، اگرچه باید زودتر از اینها می خواستمش، همچنان که امروز در 21 خرداد 93 و در 33 سالگی به دنبال آن به در خانه‌ات آمده‌ام. خدای من، ای آن که هیچ چیز در آسمان ها و زمین از تو پنهان نیست، دنیای ما امروز چیزی را ندارد که اگر می داشت راه رسیدن به بهترین زندگی هموار بود و اکنون که ندارد هر روز آن بدتر از دیروز گشته است. ای بزرگ بلند مرتبه، آن گنجینه پنهان از همه، پیشوایی است که تو برای فرمانروایی بر فرزندان آدم او را برگزیده ای. چنانچه خرد و آیینم و همه آیین‌های آسمانی این امید را و این نوید را داده‌اند که تو برای پیمودن راه نرفته خوشبختی ابدی سرپرستی برای من گذاشته ای. پس ای بهترین دوست و ای بهترین یاور، من آمده‌ام تا با تو پیمان ببندم، آن هم پیمانی سفت و سخت که اگر او را به من بشناسانی برای همیشه مرا گوش به فرمان او خواهی یافت. ای الله، ای آن که همه دارایی ها و توانایی ها از تو و برای توست، کاری کن که صدای من و پیشنهاد من به گوش همه مردم جهان برسد تا همگان این پیمان را با تو ببندند تا راه فرمان رواییش هموار گردد و همه فرزندان آدم از او بهره‌مند شوند. خدایا، ای که دلها را تو دگرگون کننده ای، مردم کشورم را که پیشگام دیگران در این راه بوده و هستند را با من همراه کن تا این پیام و پیشنهاد را هرچه زودتر به گوش همه مردم دنیا برسانیم. خدای من، ای که نشانه‌هایت در همه جای گیتی پراکنده است، نام و نشان آن که برای فرمان روایی جهان برگزیده ای را آشکار و روشن برای تک تک فرزندان آدم بگو، جوری که همه او را به آسانی بشناسند و بدانند کیست. و باز از تو میخواهم که نشانه‌هایت را که از برتری و چیرگیت در همه هستی پرده برمی‌دارد آشکار کنی تا گمانها و ترسها به انگیزه و باور برگشت پیدا کنند. سپاس میگویم تو را که شنیدی سخنانم را و خواسته و آرزویم را. پس برآورده کن به مهربانیت و بخشندگیت ای دوست داشتنی ترین.